انتخابات مجلس و خبرگان رهبری از ساعت 8 صبح در ایران آغاز شده و هرچند که قرار بود که ساعت 18 به وقت تهران پایان بگیره، اما وزارت کشور به دلیل آنچه استقبال رای دهندگان اعلام شد مهلت رایگیری رو با 2 بار تمدید تا ساعت 21 تعیین کرده. قرار هست در انتخابات امروز 290 نماینده مجلس شورای اسلامی از حدود 4000 نامزد انتخاب شوند. همچنین 88 نماینده مجلس خبرگان هم امروز انتخاب خواهند شد. مسئولان وزارت کشور میگویند که نزدیک به 55 میلیون نفر در ایران واجد شرایط رأی دادن هستند. پیش از این شورای نگهبان از میان 12000 نفر تنها صلاحیت کمتر از 5000 نفر رو برای انتخابات مجلس تایید کرده. در انتخابات خبرگان هم از 800 نامزد تنها 161 نفر تایید شدند که هیچ کدام از اونها البته از میان زنان نبودند. برای بررسی آخرین اخبار انتخابات در ایران با همکارم بهروز صمدبگی که در استودیو با ما همراه هست و لحظه به لحظه اخبار انتخابات رو پیگیری کرده همراه میشیم. بهروز، خوش آمدی به استودیو. امروز به حال انتخابات که همه منتظرش بودن برگزار شد، چه اتفاقی افتاد و از میان چهره‌ها چه چهره‌هایی شرکت کردن و آیا صحبتی داشتن که بخوای اشاره بکنی بهش؟ بله، امروز خب همونطور که قابل پیش بینی بود مقامات ارشد نظام شرکت کردند صبح روز رأیگیری و موقعی که رأی خودشون رو به صندوق‌ها انداختند با رسانه‌ها صحبت کردند. آقای خامنه‌ای به گفتن یک سری صحبت‌های کلی اکتفا کرد، برخلاف آخرین صحبتاش پیش از انتخابات اون تندی و تیزی رو نداشت. آقای روحانی هم به همین شکل از میان مقامات آقای جنتی دبیر شورای نگهبان و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه بودند که در واقع دوباره بحث خارجی ها رو پیش کشیدند. صادق لاریجانی به طور مشخص گفتش که حضور مردم امروز پاسخی به کاخ سفید خواهد بود. این دو مقام ارشد روی این موضوعات متمرکز بودند، اما فقط مقامات و چهره‌های در واقع سیاسی ارشد نبودند که شرکت کردند. یک سری از چهره‌هایی که منتقد نامیده میشند، یک بخشی از اصلاح طلبان هم در انتخابات شرکت کردند که با استقبال مردمی هم مواجه شد. از جمله بهروز خبرهایی هم بود از رأی دادن رهبران جنبش سبز، آقای کروبی، آقای موسوی. در مورد این خبر چه جزئیاتی داریم؟ بله، آقای کروبی که پیش از این در واقع درخواستش رسانه‌ای شده بود مبنی بر اینکه خواستار صندوق سیار رأی شده، اما تا عصر امروز گفته میشد که صندوق سیار برده نشده به محل بازداشت ایشون. در مورد آقای موسوی و خانم رهنورد هم همینطور امروز درخواست کردن، اما گفتن که صندوق برده نشده. دقایقی پیش استاندار تهران اعلام کرد که دستور داده که صندوق برده بشه به محل بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز.